برنامه نوبتی عرفان را با تازه ترین و مهمترین اثری به تازگی روی چاپ آمده که عنوان دارد انشاءات دوران استقلال منظور شما می نماییم. نعمت بهتر از آزادی نیست، بر چنین موعده کفران چی کنم. واقعا ملت ما هزار ساله ها بود که در آرزوی استقلال و آزادی بود و در این راه البته فرزندان شایسته ملت استاد صدرالدین عینی اولین کسی بود که نه تنها نمونه ادبیات تاجیک را نوشت و تاجیک را به جهان معرفی کرد و اولین کسی بود که در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در شعر ما تاجیک ستایی کرد. و ما در پایان این عصر، یعنی در سال 1991 به استقلال واقعی دست یافتیم و البته در سرگه این جناب عالی پرزیدنت کشور امام علی رحمان می ایستادند. به قول شاعر کشتی غرق شده ملت را از محشوی، از نیستنوی نجات دادند و ما امروز تجلیل 30 سالگی جشن استقلالیم و هر نفر، هر شهروند جمهوری عزیزی ما، هر متخصص در هر ساحه میخواهد که یک تحفه داشته باشد، یک رهاورد داشته باشد. خاقانی میگه که اخوان که زی ره آیند آرند رهاورده. این قصه رهاورد است از بحر دل اخوان. خاقانی شروانی میگه با نوشتن قصیده مدائن که یکی از شاهکاری های ادبیات ما است که از روح ملی، از اندیشه ملی درک میده. من گمان میکنم که برادر ارجمند ما عبدالرحمن احمدوف با انشای این کتاب انشاءات دوران استقلال همین گونه تحفه را برای جشن 30 سالگی استقلال، همچون دستاورد استقلال، همچون دستاورد معماران در طول 30 سال که پایتخت جمهوری عزیز ما را که دوشنبه، یعنی دیل است، هر کشور پایتخت دارد و کشور ما، دل پایتخت کشور ما چی از دوشنبه عزیز.